قانون‌های عجیب و غریبی در بعضی از شهرهای دنیا وجود داره که هر خواننده و مسافری رو شگفت زده میکنه. بسیاری از این مسافرها به خاطر ندونستن قوانین از سوی پلیس اون کشور گاهی دستگیر میشن و گاهی مجبورن جریمه نقدی پرداخت کنن. گاهی این قوانین انقدر عجیب هستن که خنده‌دارم به نظر میرسن. پس همراه من شو با قوانین عجیب شهرهای دنیا آشنا بشیم. دهمین کشور پنسیلوانیا. تا زدن اسکناس در این شهر ممنوعه و شهروندان نباید اسکناس های خود را تا بزنند. هر گردشگری که به این ایالت سفر میکنه خوب این قانون رو بدونه وگرنه مورد برخورد قرار میگیره. نهمین کشور فیلیپین. یکی از قوانین عجیب در شهرهای دنیا متعلق به فیلیپینه. در این سرزمین طلاق غیرقانونیه. غیرقانونی بودن طلاق برای بسیاری از کشورها عجیبه و علت و چرایی اون به فرهنگ‌های دینی و مذهبی اون کشور میرسه. هشتمین کشور مکزیک. از دیگر قوانین عجیب شهرهای دنیا مرتبط با ایالت‌های مکزیک در زمینه دوچرخه سواریه. قانونی برای دوچرخه سواری در مکزیک تصویب شده که دوچرخه سواران نباید در هنگام دوچرخه سواری پای خود را از روی پدال بردارند. هفتمین کشور استرالیا. پوشیدن شلوار صورتی در استرالیا در روزهای یکشنبه بعد از ساعت 12 ممنوعه و کسی حق نداره شلوار صورتی بپوشه. این قانون برای بسیاری از کشورها عجیبه و در ایالت‌های استرالیا اجرا میشه. ششمین کشور سنگاپور. جویدن آدامس و واردات آدامس به کشور سنگاپور ممنوعه. این قانون در سال 1992 تصویب شد زیرا کشور سنگاپور سالانه 106 میلیون دلار برای پاک کردن آدامس از سطح شهر هزینه می‌کرده. پنجمین کشور کانادا. در کانادا سوت زدن، فریاد و جیغ زدن ممنوعه و به خاطر آلودگی صوتی جرم به حساب میاد. و یا اینکه 35% تمام برنامه‌های رادیویی در کانادا باید کاملا ریشه کانادایی داشته باشند و از همین رو در رسانه چک میشن. دوستان عزیزم، اگر تا اینجای ویدیو لذت بردین لطفاً این ویدیو رو لایک کنین و کانال سفر در جهان رو سابسکرایب کنین. چهارمین کشور بنگلادش. از قوانین عجیب شهرهای دنیا قانون بنگلادش برای تقلب در امتحاناته. از سن 15 سالگی به بعد اگر کسی در امتحان مدرسه تقلب کنه جرم کرده و به زندان فرستاده میشه. سومین کشور آلمان. در آلمان هنگام رانندگی در اتوبان نباید بنزین خودرویتان تمام شود. اگر در اتوبان بنزین تمام کنید باید جریمه پرداخت کنید. دومین کشور یونان. در اماکن تاریخی حق ندارید کفش پاشنه بلند بپوشید. این قانون رو در ورودی اماکن تاریخی یونان میبینید و چنانچه استفاده کنید باید جریمه سنگین پرداخت کنید. اولین کشور ایتالیا. اگر گردشگر هستید وقتی به شهر ونیز می روید باید بدونید که غذا دادن به پرندگان و کبوترهای میدان جرم به حساب میاد و اگر این کار رو انجام دهید از سوی پلیس دستگیر میشید و موظف هستید جریمه نقدی پرداخت کنید. و یا اینکه یکی از قوانین عجیب کشور ایتالیا اینه که شهروندان در تمامی ساعات شبانه روز که بیرون از منزل هستند باید لبخند بزنند. در کشورها و حتی شهرهای مختلف مردم با قوانین عجیب و غریب زیادی سر و کار دارند. اما به هر حال باید به تمام قوانین کشورهای مختلف حتی عجیب ترین آنها احترام بگذاریم و به هنگام مسافرت به این کشورها قوانین کلی آن را رعایت کنیم. همراهان عزیزم، ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودین. ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنین و کانال سفر در جهان رو سابسکرایب کنین.